من و رویا با یه خیانت با هم دوست شدیم. یعنی دهه فجر باعث شد که خیانت کنیم بعد با هم دیگه دوست بشیم. البته از قبلش هم میخواستیم با هم دیگه دوست بشیم یعنی میدونی دهه فجر باعث خیلی پیچیدش کردم. بذار خیلی ساده واسه توضیح بدم. اولین باری که دیدمش روز اول کلاس 5 ابتدایی بود. به چشمم خوشگل ترین دختر کلاس بود، در حدی که یه بار زنگ تفریح طاقت نیاوردم بهش گفتم میشه یه چیزی بهت بگم؟ تو چقدر خوشگلی. اونم یه لبخندی به پهنای صورتش زد و گفت واقعا مرسی. و بعد از اون لبخند به چشمم از قبلم خوشگل تر شد. ولی خب نشد که با هم دوست بشیم. آخه اون دوستای خودشو داشت، منم تازه اومده بودم اون مدرسه، کسی با هم دوست نمیشد. واسه خودم تنها میچرخیدم که سال تموم شه. چند روز بعد بچهای کلاسو چیدن کنار دیوار، به ترتیب قد ردیف بندی کردن. یه لحظه دیدم اونی که پیشم وایساده همونه، خودشه. گفتم شریفی تویی؟ گفت سمی تویی؟ گفتم آره. ببین من قدم از تو یکم بلندتره، یکم پاتو بیار بالا هم قد بشیم روی یه نیمکت بیفتیم. گفت باشه تو هم یکم قدتو کوتاه کن که هم قد من بشی. داشتیم قد بلندی قد کوتاهی میکردیم که به خیال خودمون معلمو گول بزنیم، ولی دید و دعوامون کرد. من افتادم نیمکت سوم، اونم افتاد ردیف دوم، چون از من کوتاه‌تر بود یکم. حیف شد. باز هم دست سرنوشت نذاش ما با هم دوست بشیم که آخه همه با بغل دستیشون دوست میشدن. حالا بغل دستی من کی بود؟ سارا، بچه مثبت کلاس، درسخوان، زرنگ، دارای رکورد شاگرد اولی به مدت 6 سال متوالی. همونی که همش 20 میگیره، همونی که معلمات دوستش دارن، همونی که میفرستنش دفتر گچ بیاره، اونی که کاندیدای اصلی مبصری کلاس و شورای دانش آموزی و این داستاناست، حافظ کل سوره بقره. راحتت کنم، یادت میگفتن از بچه مردم یاد بگیر، اون بچه مردم میکوبیدن تو سر ما. این بغل دستی من همون بچه مردم بود، همونی که باید ازش یاد میگرفتیم. اولین حرفی هم که به من زد مثلا سر صحبت و باز بکنه این بود: درس مورد علاقه تو چیه؟ ها؟ درس مورد علاقه من؟ اصلا مگه درسم مورد علاقه میشه؟ اصلا مگه تو دنیا کسی هست که درس رو دوست داشته باشه؟ حالا چه درسی مهم نیست. خب این چه سوال کثیفی بود از من کردی دختر. و همونجا فهمیدم که بله، دست سرنوشت بازی بسیار بدی رو با من شروع کرده. تمام مدت سر کلاس لحظه شماری میکردم که زنگ تفریح رو بزنم، من سریع برم به روی شریفی بگم میای با هم بریم بازی کنیم، اونم بگه آره و بریم خوش بگذرونیم. و بالاخره زنگو زدن. ولی تا من اومدم حرفمو به رویا بگم، سارا دستمو کشید گفت میای با هم درسای زنگ بعدو مرور کنیم. بعدش هم با ذوق کتاب ریاضیشو آورد بیرون و گفت من تو تابستون درسای سال بعدو مرور کردم، خیلی هاشو بلدم، بیا بهت یاد بدم همه رو. هیچی دیگه، دست منو کشید نشون رو نیمکت و من خود به چشم خیشتن دیدم که رویا میرود. مصداق همون دیدم که جانم میرود. اینم هی بغل گوش من نشسته بود با ذوق و شوق فرمولای ریاضی رو واسه من توضیح میداد. بابا اصلا چی داری میگی؟ چی میگی؟ به کی میگی؟ من از ریاضی متنفرم، من از مدرسه متنفرم. بابا دردمو به کی بگم؟ من به زور از ترس ننه بابام هر روز پا میشم میام مدرسه. بابا منو ولم کن. ولم کن. ولی ولم نکرد. اتفاقا خیلی هم دوستم داشت. واقعا نمیدونم از چی من خوشش اومده بود. بابا بی خیال، ما اصلا تایپ هم نیستیم. تو شاگرد اول کلاسی نهایتا باش برو با شاگرد دوم دوست شاخ با من. وای زنگ تفریح‌های دوتاییمون چه سمی بود. یا منو مجبور میکرد بشینم تو کلاس درسای زنگ بعدو مرور کنیم، یا دستمو میگرفت دوتایی تو حیاط راه میرفتیم حرفای مثبت انگیزشی که توی کتاب خونده بود و واسه من تعریف میکرد. تأکیدم داشت که چیپس و پفک ضرر داره، حتما باید از خونه نون پنیر بیاریم، اینا رو آتشقالا رو نخوری یا روی مغز آدم تاثیر میذاره، آدم نمیتونه خوب درس بخونه. موضوع حرفامونم این بود که من میخوام 30 جزء از قرآن رو حفظ بشم کامل، تو چی؟ من میخوام در آینده دکتر بشم، تو چی؟ من میخوام امسال حتما شاگرد اول بشم، تو چی؟ من میخوام کلاسای فوق برنامه شرکت کنم، تو چی؟ من چی؟ من هیچ. من خاک عالم تو سرم، من سیاوخت روزگار. دوست داشتم بهش بگم ببین من حافظه یه توپ دارم، قلقلی هم نیستم، من از نون و پنیر بدم میاد، اصلا میام مدرسه که دور از چشم مامانم پفک بخورم، دل من پفک میخواد. ببین من نمیخوام دکتر بشم، من از ریاضی متنفرم، اصلا برای من مهم نیست شاگرد چندم میشم. بابا من تنبلم، من خوشگذرونم، آقا اصلا
من مریضم، منو ول کنین. کلاس فوق برنامه دیگه چیه؟ ولی خب جرئت نداشتم اینا رو بگم که بس که این بچه مثبت و خوب بود، حتی یک ایراد از نظر مامان بابا نمیشد تو این پیدا کرد. ننه منم که خوشحال بود من با این دوست شدم، میگفت ازش یاد میگیره دیگه. خبر نداشت من تو رو درواسی گیر کردم. آخ از دور میدیدم زنگ تفریح ها رویا بچه ها رو جمع میکنه تو حیاط، با هم بازی میکردن، خوش میگذروندن. بعد یه شعر چرت و بی‌معنی با هم دیگه میخوندن، میگفتش که امول امول رفتم خونه‌شون، امول دیدم زنشو، امول آفتاب دست، امول زنم شکست، امول. این شعر بی‌معنی تو اون روزا برای من زیباترین شعری بود که تو تمام زندگیم شنیده بودم. دلم میخواست برم قاطیشون از ته دلم داد بزنم امول، ولی نمیشد که. باید مظلومانه میشستم تو کلاس کنار سارا و درس میخوندم و به بخت سیاه هم لعنت میفرستادم. آقا این چه انتخابی بود؟ این چه وضعشه؟ بابا توف تو این زندگی که توش نذارن تو 2 پفک بخوری. آخ گفتم پفک، آخ انگشتای رویا همیشه پفکی بود. خوش به حالش. البته اونم خیلی خوشبخت نبودا، یه مشکلاتی داشت، مثلا اینکه دوستشو دوست نداشت. میفهمیدم من. آخه از بدشانسی اونم دوستش یه دختر فسفسوی بی انرژی اخمو بود که تو فکر کن جواهری مثل رویا پیشش بود، ولی نه قاطی بازیاش میشد، نه به جوکاش میخندید، نه از دیدنش ذوق میکرد. شده بودیم یه مربع عشقی کج و کله که هیچ چیش به هیچ چیش نمیومد. روزا همینجور تند و تند میگذشتن تا رسیدیم به دیماه. آخرای دی ماه بود که معلم پرورشی اومد، گفت میخوایم برای دهه فجر برنامه اجرا کنیم. هر کی هر کاری بلده، سرود، دکلمه، روزنامه دیواری، تواشیح بیاد بگه. من داشتم فکر میکردم چیکار کنم چیکار نکنم که سارا یهو فرتی دست خودشو با من برد بالا، گفت خانم اجازه، منو دوستم میخوایم قرائت قرآن شرکت کنیم. منو دوستم؟ چی بود گفتی؟ من چه قرائت قرآنی؟ بابا تو بلدی با صوت بخونی بگی الف لام میم را ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. من تهش بتونم بگم قل هو الله احد. چرا آخه عوض من تصمیم میگیری؟ به خدا دلم میخواست بزنم زیر گریه. تمام زور و توانم رو جمع کردم، گفتم خانم اجازه نه، من نمیخوام قرآن بخونم، بلد نیستم، میخوام سرود بخونم. گفت چه سرودی؟ گفتم همونی که میگه صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. یهو در یک لحظه رویایی رویا از پشت سرم صداشو قاطی صدای من کرد و بقیه سرودو خوند. این پیروزی خجسته بادین، پیروزی خجسته بادین، پیروزی. ببین عین این انیمیشنای کره‌ای، یهو نوری پاشید تو صورت ما دوتا. زمان ایستاد، همه فریز شدیم و یه صدایی تو بک‌گراند گفت معلم پرورشی گفت شما دوتا همین سرود رو تمرین میکنین، دوتایی میخونین. و به قول امروزی ها گس وات، معلم پرورشی که تا همین یه دقیقه پیش واسه من نماد کسالت و حوصله سروری و بود، یهو تبدیل شد به فرشته نجات، پیوند دهنده قلب ها، برآورده کننده آرزوها. لبخند رو صورتم هی داشت گشادتر میشد. رفتم سمت رویا، دستشو گرفتم تو دستم، داشتم بهش میگفتم که آره تو همه سرود حفظی، من از اینجاش بلدم تا اونجا چجوری بخوریم، که یهو سنگینی یه نگاهی رو خودم حس کردم. چشمم افتاد به چشقوره سارا که با یه قیافه قهرتور غضب‌آلودی داشت به من نگاه میکرد. لبخند رو صورتم محو شد، ولی کم نیاوردم. شونه‌هامو اینجوری انداختم بالا، گفتم به من چه؟ خانوم گفت. و همون سرود بهونه‌ای شد برای نزدیکتر شدن من و رویا به همدیگه و دور شدنمون از سارا و مهشید. تا قبل از اون هر بار که به سارا میگفتم منو ول کن میخوام برم با بچه‌ها بازی کنم، میگفت نه آدم نباید بره بازی بکنه، فقط باید درس بخونه، وقت تو با این کارا تلف نکن. ولی الان به طرز معجزه‌آسایی یه بهونه خدا به من داده بود. سارا من دارم میرم تمرین سرود تو نمازخونه، آخه خانوم گفته. سارا من امروز برگشتنی با تو نمیتونم بیام، با رویا میرم، میخوایم تو راه سرود تمرین کنیم، آخه خانوم گفته. سارا زنگ تفریح من نمیتونم با تو درس بخونم، میخوام برم سرود تمرین کنم، آخه خانوم گفته.
و یواشکی دوتایی میرفتیم سرودم تمرین نمیکردیم، فقط حرف میزدیم. تازه داشتیم میفهمیدیم چقدر دوستای خوبی میتونیم واسه هم باشیم، چقدر ما دوتا با هم دیگه حرف داشتیم. ولی سارا و مهشید اصلا خوششون نیومده بود. به ما به چشم دوتا خائن کثیف نگاه میکردن. سارا که قشنگ از نگاهش غضب میبارید که آره تو به من خیانت کردی رفتی با یکی دیگه. مهشیدم منو به چشم رقیب عشقی میدید. چند باری جفتشون با ما دعوا کردن، قهر کردن و به عنوان تیر آخر یه بار که اومدیم تو کلاس دیدیم روی تخته با یه خط زیبایی که فقط از سارا برمی اومد نوشته بود خداوند خیانتکاران را سخت کیفر میکند. تموم شد؟ خیلی تاثیرگذار بود. بارو بابا این چیزا اصلا رو ما تاثیر نداشت که. من و روی زنگ تفریح ها میرفتیم پشت حیاط مدرسه رو پله مینشستیم و آی با هم پفک میخوردیم و هی به معلم ریاضی فحش میدادیم. حالا بماند که اون سال سرود و هم من و رویا نتونستیم واسه دهه فجر اجرا کنیم، بس که خنگ و بی استعداد بودیم. ولی سر همون سرود 2 تا دوستی از بین رفت، یه دوستی محکم به وجود اومد، دوستی که تا الان دهه هاست که ادامه داره، اصلا هم ازش پشیمون نیستیم. و اما بشنوید از سارا. سال بعد سارا تیسوشان قبول شد و دیگه همو ندیدیم تا همین چند سال پیش تو مراسم گرامی داشته روز پزشک که من مجری مراسم بودم. لیست مهمونا رو که دادن قبل از اجرا بخونم، یهو وسطشون یه اسمی به چشمم خیلی آشنا اومد. خانم دکتر سارا حدادیان، متخصص زنان زایمان و نازایی. برگام دختر این جدی رفت دکتر شد. گفتم حالا گذشته، بعد این همه سال برم سراغش یه تبریکی بگم، رفع کدورتی بکنم. با چه ذوقی رفتم جلو گفتم سلام خانم دکتر. نگام کرد چش تو چش، یه لحظه انگار پرت شد به میلیون‌ها سال قبل. منو شناخت، جواب سلاممو نداد، روشو کرد اون رو رفت. ای دختر تو هنوز از من ناراحتی؟ بابا بی خیال، من اگه با تو دوست مونده بودم دکتر نمیشدم که از شدت استرس و حس رقابتی که تو در من ایجاد میکردی الان گوش تیمارستان بودم. عوضش الان یه آدم معمولی دلولشادم که هنوز با دوستش پفک میخوره میخنده، همینقدر سرخوش. ببین اصلا واسه خودت هم خوب نبود. منو میخواستی چی کار؟ شاید اگه دوستیمون ادامه پیدا میکرد تو مثل من میشدی دیگه، الان دکتر نبودی. دلت میاد؟ بالاخره قسمت ما هم این بوده دیگه، چه میشه کرد؟ ببخش رد شو بره خانم دکتر. خب امروز دست کردم تو انباری خاطرات قدیمی و این خاطره اومد بیرون. راستی شما بهترین دوستتو کی و کجا پیدا کردی؟ چند ساله با هم دوستین؟ چه خاطراتی از این دوستی‌ها دارین؟ خاطرات قشنگتون رو واسه من کامنت کنین، حتما همه‌شو میخونم. مرسی از اینکه انباری رو دنبال میکنین. منتظر اپیزود بعدی ما باشین. لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نشه. دوستتون دارم. خداحافظ.